سلام بچه‌ها، سجاد گیم پلی هستم. خوش اومدید به کانال من. اومدیم با یه ویدیو جدید. خیلی وقت بود واسهتون ویدیو نذاشته بودیم. اومدم واسهتون آموزش نصب بازی بولیو بذارم. اول شما گوگلتون رو اول که گوگلتون رو باز نمی‌کنم. خب بریم سراغ ویدیو. Here we شما گوگلتون رو باز میکنید، سرچ میکنید انگلیسی سرچ میکنید دانلود دانلود بازی بولی برای کامپیوتر. خب سرچ میزنید از سایت VGDL، همین اولی. البته برای شما نمیدونم اولی یا نه، ولی خب از سایت VGDL دانلود کنید. سایت خیلی خوبیه. راستی یادم رفت، داریوش الان پیشمه با مهدیار، دو تا رفیقای صمیمی من هستن. قرار از ما با هم دیگه چند تا ویدیو بذاریم. بچه‌ها تو دوربین مشخص نمیشه. راست میگه، هیچ کدومشون تو دوربین مشخص نمیشه. خب اینجا که اومد بازی بولی اینه. خب شما میری پایین، مشخصات سیستم مورد نیازش که اینه رو هر سیستمی بالا میاد. اونقدر گرافیک چیز خاصی نمیخواد. خب اینه لینک دانلودش، اینه. بازی خیلی قدیمیه. اینه میای پایین مال سال 2006. و اینجا نوشته لینک دانلود بازی کامپیوتر بولی نمیدونم چی. اینجا 2 گیگ تقریبا 2 گیگ و 200 مگینه. اینه میزنین روی این دانلودش میکنین یا هر جور دیگه دانلودش میکنین. اینم ویدیوشه اگه خواستین ببینین. اینجا میزنین دانلود میشه. بعد دانلود که کردیم، من دانلودش کردم. میاین داخل جایی که دانلود کردین. خب اینو من دانلود کردم از سایت VGDL. میزنین اکسترکتش میکنین. اکسترکت هیر هم حتما بزنین. خب تا این اکسترکت میشه بریم بیاین. خب بچه‌ها حالا که این اکسترکت کردیم میرین داخلش. اینا که فایلاش، اینا رو دست نزنین، میرین داخل ستاپش رو باز میکنین. قراره ویدیو گیم پلی همین بازی‌ها رو واسهتون بذارم. آموزش نگاه کن، واسه من ارور میده. اگه واسه شما هم ارور داد، بیاین ستاپش رو اینو پاک کنین. اینی که اکسترکت کردین بیاین پاک کنین. خود این چیزا رو باز کنین. برای بعضی ارور نمیده. خب حالا شما ترجیحاً اون کار اولیه رو انجام میدین، اکسترکت هیر رو بزنین. ولی خب اگر اکسترکت هیر ارور داد واسهتون داخل ستاپش، میان از اینجا باز میکنین بازی رو. ستاپ اکسترکت دوبار کلیک میکنین. بعد وای میستین یس رو میزنین تا بیاد. بعد اینجا واسهتون باز میشه. وای میستین بیاد رو صفحه، خودش میاد. حالا که کلیک نکنید. چی ارور؟ اومد. چی فورمات بک‌گراند نیومد. چرا اینطوری شد؟ خب بایستا بزنم یه بار دیگه. بچه‌ها چون یه بار بازی نصب کردن شاید براش ارور میده، ولی به اعتماد به شما ارور نمیده. شما یه بار خب بازی نصب کردن لامصب. اومد. این میاد واسهتون. بعد نکست رو میزنین. اینجا حالا پوشه که میخواین واسهتون بازی نصب بشه رو میزنین. من حالا میخوام درایو دی نصبش کنم. تو نصبش کردی؟ نصبش کردم. خب پاکش کردم. پاکش همین الان پاکش کردم. بعد اینجا اینو حتما بذارین روی پایینه. اینجا روسیه‌ای می‌نویسه. خب کاری ندارم. این موزیکش میگه انگلیسی باشه، اینم زبان خود بازیه. یا حرفایی که میزنن رپ بین داره. اینم کلا چیزای دیگه بازیه. اینو از روسی بذارین روی انگلیش که انگلیسی بشه. خب حالا نکست رو دوباره میزنین. اینو دست نزنین نکست. بعد اینا رو هیچ کدوم دست نزنین. اگه دیدین اینا یکیش غیر فعال بود، همشو فعال کنین. ولی خب ترجیح اینو همش فعال خودش. بعد این استال میزنین. حالا وای میسین دانلود بشه. حالا من اینو چیز میکنم، استاپ میکنم ویدیو رو تا این 90% میشه. بریم بیاین. چرا استاپ نمیشه ویدیو؟ خب بچه‌ها این که تمام شد، اینطوری یه چند تا چیز میاد رو صفحه. بعد
تموم که شدن این دکمه فینیش رو میزنین، اینه بازیتون اینجاست. بعد اینو باز میکنین بازی میکنین دیگه. نیازی به کلک هم نداره. نیازی به کلک هم نداره. اینو نگاه کنین کلک هم نداره. کلک هم نداره. فقط هیچ کاری هم نکنین دیگه. چیزی هم داخلش نریزین داخل فولدرش. اینا از بازی الان بچه اگه قبل از نصب آنتی ویروس دارین حتما غیر فعالش آره کنین قبل که- از نصب حتما آنتی ویروستون رو غیر فعال کنین. امکان داره ارور بده. حالا من چون اینو یه بار چیزش کردم، چی میگن اسمش، صفحهشو کامل فول اسکرین کردم، چون مانیتورم کوچیکه الان بالا نمیاد، ولی در آینده قرار مانیتورم عوض کنم بعدم بالا میاد. خب از این ویدیو فعلا خداحافظ.